از نام شریعت گپ زدن بسیار برادرها مسئولیتی وزنین است. این بعضی آدم ها رنگاشون تغییر می‌یافت، به زانو می نشستند، در مسئله هایی که نمیدانستند گپ نمیزدند. حتی بعضی استادان ما آیدی همین مسئله با کامera به نوار گرفتنی درس ها و ببینید 20 سال پیش گفته بودن که من 25 سال شده سالی در این مسئله فتوا ندادیم. حالی من با 20 سال دیگه گذشت 45 سال شد فتوا ندادم. یعنی آیا نوارها صحبت های علمی را مانند خطبه جمعه مانند همین درس ها را به نوار گرفتن ممکن است یا نه؟ و 20 سال پیش گفته بودن که من 25 سال شده سالی جواب ندادیم. برای چی؟ برای اینکه در مسئله های نو سراسیمه شدن این منهج اهل علم نیست. برای چی؟ برای اینکه آنهایی که فوتوآپارات حرام گفتند وقتی که فوتوآپارات نو برآمد رسم گرفتن حرام است گفتند. کسایی که حرام گفت کمک چند سال نگذشته گشته حلال گفتند و گشته صورتهای خودشان در گزیته های ژورنال ها برآمد. روزنامه‌نگارهای ژورنالیست ها آمده صورتاشون گرفتن چاپ کردن در گزیته ها، همه جا رسماشون برآمد، بعد فتوا دادن که جایز است گفته. بنابراین بعضی علما در مسئله های معاصر، مسئله هایی که نو برآمد خودداری میکردن تا آن زمانی که مسئله کشوده شود، به 100% معلوم شود حرام بودنش یا حلال بودنش. خیلی که امروز برآمده به مردم یک چیز حرام گویید، پگه برآمده بدی یک سال با حلال گویید. خیلی این شریعت و مسئولیت است. و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. ببینید شرک الله تعالی از بی علم گپ زدن بر وقتتر گرفت. الله تعالی برای شما فاحشگی را حرام کرد، گناه ها را حرام کرد، ظلم را حرام کرد، گناه های از پایین بیان کرده آمد و در چهارمینش گفت که ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، اینکه به الله تعالی شریک بیارید یک چیزی را که دلیل نیست برای خدا بودن او، اون قرار دهید مانند الله تعالی و پرستش کنید. این از همه گناه کلان است. در پنجمینش در آخرش گفت که و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، و از نام الله تعالی بی علم گپ زنید. از همه گناه کلان از نام الله بی علم گپ زدن. الله حرام کرد، الله حلال کرد، این مستحب است، این مکروه است. گفته وقتی که گپ میزنید این از همه گناه کلان. این برادرها از همه بعد پیغمبرها آدمی خوب عالم است، لیکن از همه بدترین آدمم این با عالم است اگر کمک خطا رود. این علم شریعت علمی بازی نیست.